دانشگاه کلاب باید بینای تعلیمیش را به شبکه گرمیدهی وصل میکرد. اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان این کار را به عقب انداخت. نقشه قبول به دانشگاه کلاب امسال تنها 65% اجرا شد. رئیس دانشگاه میگوید این سبب کمبودی مبلغ و اجرا نشدن نقشه های ساختمان و رشد دانشگاه گشته است. تو بینای فاکولته در پهلوی بینای مرکزی قرار داشته و اونه که با ما دست نداد برای تصمیم همین عملی سازی همین اقدام و به شبکه گرمیدهی پیوست نشدن اینم پیش از همه خودش البته معلوم است که از همون ضرری که شما می‌بینید. از سال 2021 به این سو قبول دانشجویان در همه دانشگاه‌های کشور کم شد. 4 بار دراز کردن مهلت قبول از طرف مرکز ملی تستی نیز نتیجه کافی نداد. با این سبب حتی حجم درس‌ها نیز کاهش یافت. و تنها نمون فایزی که اجرا نشدگی بود میتوانست که در جمع ساعت‌های عمومی تاثیر خود را رساند. اگر کانتینگنت زیاد باشد ساعت‌ها زیاد می شود و در اینجا میتواند که به استادان با ساعتی بیشتر رسد. کالج‌های رشته آموزگاری در منطقه از نقشه قبول استثنا نبودند. از همه بیشتر قبول پسران به کالج‌ها رو به کمشوی نهاده است. تنها از 946 تحصیل کننده کالج آموزگاری کلاب 22 نفر را پسر تشکیل می‌دهد. چون این روان به گفته رهبریت کالج به ساعت‌های درسی و تأمین مالی تأثیر عمیق داشته است. یعنی امسال کمیسیای قبول در مؤسسه از به طریق مرکزی تستی 33.6 نفر فایز قبول شد. این عامل باعث کم گشتن حجم معاش کارمندان مأموری و خودجگی از حساب مبلغ‌های محسوس می‌باشد. کاهش دانشجویان را به جاری شدن قانون نوی خدمت حربی ربط می‌دهند. جلب دانشجویان در حال تحصیل به ارتش با شیوه‌های مختلف آموزگاران و رهبران بعضی دانشگاه‌ها را نیز نگران نموده است. نمایندگان سازمان‌های اجتماعی بارها تاکید نمودند که برای پیشگیری از این روند باید قانون خدمت حربی بازنگری شود. ولی پارلمان تاجیکستان و وزارت دفاع کشور همیشه از این طرح حمایت می‌کنند. با گفته رهبران دانشگاه و دانشکده‌ها و کالج‌های منطقه ادامه یافتن این روند می‌تواند سبب ورشکستگی مؤسسه‌های تعلیمی شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.